من خودم هر بار تعریف می‌کنم. حالا من در زمان آقای رئیسی مسئول امداد حرم بودم، یعنی علاوه بر کار تدریسی مسئولیتی که در زمان آقای رئیسی داشتم امداد حرم بود. امداد حرم هم خیلی کارا انجام میده، بالاخره رسیدگی به ظاهر نیازمند اتفاقات. یکی از مأموریت‌های ما توزیع غذا بود و معمولاً هم آمار مازاد غذای مهمانسرا رو میدادن به ما، یعنی زنگ می‌زدن میگفتن آقا 300 تا غذا اضافه داریم. من یه نقشه‌ای تو اتاقم داشتم، سوزن گذاشته بودم. معمولاً حاشیه شهر مشهد رو شناسایی می‌کردیم، پایگاهمون هم مساجد بود. می‌رفتیم و غذا رو توزیع می‌کردیم. مدیر وقت مهمانسرا زنگ زد، حالا شما ما 300 تا غذا داریم. گفتم خیلی خوب. نگاه کردم دیدم مثلا باید برم فلان محله مشهد. پایگاه رو پیدا کردیم، زنگ زدیم به خادم مسجد، سلام علیکم ما فلانی هستیم حرم، بعد از ظهر قراره بیایم اونجا غذای حضرت توزیع کنیم. گفت چشم. کی میان؟ گفتم بعد نماز مغرب تمام شد. ما سوار ماشین شدیم، یه ماشینم غذا رو بار زد از این فوتونا پاورای کوچیک، اومد تو همون محله. ما رسیدیم دیدیم مملو از جمعیت، یعنی اینقدر جمعیت زیاد بود که اگه در ماشین رو وا می‌کردیم ما اصلا یه داستانی پیش می‌اومد. من خادم مسجد رو صدا گفتم آقا چرا اینجا اینقدر شلوغه؟ گفت نمیدونم آقا ما کاری نکردیم، فقط من پشت بلنگو گفتم غذا حضرت بخوریم. آره چیزی نگفتم، فقط گفتم غذا حضرت داره میاد. گفتم آخه چرا حاج آقا اینجوری اطلاع رسانی که نمیشه؟ نمیدونم اصلا. من بچه‌ها گفتن آقا ما اصلا نمیشه هر کار کنیم، نمیشه توزیع کرد، بریم یه محله دیگه. من دیدم واقعا نمیشه، راست میگن. یعنی اگه در ماشین رو ما باز میکردیم هر چی هم سعی کردیم اینا رو نذر بدیم نشد، درگیری شد، دعوا شد، جیغ شد. خلاص ما گفتیم بریم. اومدم که برم، اینی که میگم رو تصور کنید. یک دختر بچه پشتش دیوار سیمانی بود، وایستاده بود، یه ظرف خالی هم دستش بود. از این دمپایی پلاستیکی بود قدیما که کارتون روش بود، از اونها پاش بود. بعد اینجوری داشت به من نگاه میکرد، یعنی به من، یعنی با تمام وجودش داشت التماس تو قرآن نرو، یعنی شما باشین میتونین برید. من همونجا جلوی امام رضا دارم یه متوسل شدم به حضرت، گفتم یه راهی بذار. انگار 1000 نفر به من گفتن اینو بگو. خادم مسجد گفتم میگه خادم مسجد اومد. گفتم آقا لات محلتون کیه؟ گفت بله. گفتم لات. گفت بهش میگن جعفر پلنگ. گفتم کجاست؟ گفت الان پیداش میکنی. پسرش زاد. گفت جعفر کجاست؟ گفت الان بهش زنگ میزنم شمارش. زنگ زدن بهش، گفتن که جعفر کجاست؟ و گفتن خادمای امام رضا اومدن کارت دارن. گفت من 20 دقیقه دیگه اونجام، تا اینجاشو داشته باشید. من وایساده بودم، دیدم یه آقایی از دور موتور آپاچی قرمز، شلوار سبز 6 جیب، یک پیرن مشکی، از این دستمالی عزیزم دور گردنش بود، اومد موتور جک زد اومد پایین. از راه گفت مخلص خادمای امام رضا، همینجوری. من صداش زدم، گفتم جعفر پلنگ تویی؟ بعد خنده گفت ما جعفریم کوچیکشون. گفتم آقا جون ما می‌خوایم غذای امام رضا رو توزیع کنیم، بسته بندی هم هست، یه بار مصرفه، نمیشه، می‌بینی که چه اوضاعی. گفت بسپرونش به مهاجم. گفت همه برن کنار دیوار، همه رفتن کنار. گفت زن و مرد جدا، زن و برو بر فلان، تو برو بر، تو بزرگ شدی برو تو زن. گفت تقسیم شد. اومد که بره سمت صف، اینا که من میگم فقط گوش کنید. به همکارام گفتم ماشین رو تحویل خودش بدین. برگشت با معنی به من نگاه کرد، رفت. شروع کرد گفت آقا 2 تا به این بدین، یکی به بدین. گفت تو بیا برو خواهرت گرفت فلان، تو برو یکی دیگه. من منظم واسطه بودم حساب توزیع کرد. آخرش من به این 4 تا غذا دادم. گفتم آقا این 4 تا مال خودت. آقا نمیگم خدا. اومدم برم، گفت آقای راست نژاد گفت شمارت رو به من بده، من کارت دارم. همکار من گفتم آقا شمارت رو من نده، بلا الکی بده. گفتم والا ما دایمون اینا رو استخدام میکنه، شماره‌مو دادم بهش. شنبه شد ساعت 11 این اومد حرم. پرسون منو پیدا کرد، اومد دفتر. والله من با تعجبی با ما چیکار دارم؟ من نشست دفتر رو چای گذاشتیم. گفت من زیاد وقتتو نگیرم آقای راست نژاد. من اومدم یه چیزی بگم و برم. گفتم بفرمایید. گفت من خادم امام رضا. من ناخودآگاه خندیدم گرفت. گفت علی نه او خادمی که شما فکر میکنید. گفت فکر نکنید من مثلا لباس دارم، کارت دارم، نه. من زندان بودم، خلافم کردم، میدونم من بهم کشیک نمیدم، ولی امام رضا رو دوست دارم. 5 شنبه ها کشیکمه، میام مهره کنار دیوار رو برمیدارم، آشغالی رو زمین میبینم جمع. 5 شنبه ها کشیکم آقای راست نژاد. گفتم خب. گفت این 5 شنبه آمدم کشیک. همینجوری هم حرف میزنم.
گفت رفتم دیدم نزدیک مهمانسرا. یک دفعه یاد خواهرم افتادم، یه خواهری داره معلوله. گفت بذار ببینم میشه برم برای یه غذا بگیرم. میگه رفتم جلو، حواستون باشه اینا که به شما مراجعه میکنه. میگه رفتم جلو، یه دفعه برداشتم به این خادم جلو مهمانسرا که وایساده بود، گفتم آقا ببخشید یه غذا هزینه آقا برو عقب اینجا من هست. میگه من اومدم عقب با تعجب چه برخوردیه. میگه رفتم سمت همکارش که از اون بپرسم، با گوش خودم شنیدم به همکارش گفت مواظب باش جیب کسی رو نزنی. میگه با تشر برگشتم سمت اون ناراحت، صدامو میخواستم ببرم بالا، دستمو ببرم بالا، گفتم لعنت باشه تو حرم امام رضا منم پیشی کردم. میگه برگشتم اومدم چرخیدم رو به امام رضا، گفتم دیگه حرمت نمیام کیشی کم نمیام، خودت میدونی خودت. خادمات ایناین؟ چرا تهمت دزدی میزنی؟ ما که توبه کردیم. میگه تا جای موتورم گریه کردم سوار موتور شدم، اومدم بیام گوشیم زنگ خورد. میگفتن بیا خادمای امام رضا کارت دارن. میگه ترسیدم، گفتم نکنه این دوربینا ما رو گرفت واقعا، نکنه بچهای آگاهی حرم دنبالم، منم که سابقه دار. میگه تا همینجا میومدم دلشوره داشتم تا رسیدم به شما. آقای راست وقتتو نگیرم، یادت به من چی گفتی؟ گفتم نه. تو گفتی ماشین رو تحویلش بدیم. گفت من از امام رضا یه غذا میخواستم، ماشین رو تحویلم داد. گفت من از امام رضا یه دونه غذا میخواستم، تو 4 تا بهم دادی. من اومدم فقط بهت بگم امام رضا خیلی مرده. رفتم هم گفتم غلط کردم، کشی کمم میام. من میخوام به شما اینو بگم، این دیگه مصداق بارز رأفت حضرت رضا علیه السلام. چجوری دیگه این خاندان و این خانواده خودشونو معرفی کنن، چجوری بگن ما هستیم، چجوری آدرس بدن. پس منی که این لباس رو تنم میکنم میخوام خیلی باید حواسم باشه. خیلی میگه زندگی بافتن یک قالیست، نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی، نقشه را اوست که تعیین کرده، تو در این بین فقط میبافی. نقشه را خوب ببین خوب بباف، نکند آخر کار قالی زندگی را نخرد.